با درود و سلام خدمت شما عزیزان گرامی و نور دیدم. امشب یه ضرب المثل دارم که داستانم همراشه. میگن در قدیم میگفتن به کسی که خیلی مدعی بود و خیلی سهم میخواست در چیزی، میگفتن چیه؟ چه خبره؟ هنوز 2 قرط و نیمت باقیه. یا چیزی رو بهش میدادن، میگفتن چیه بابا؟ بسته دیگه، 2 قرط و نیمت باقیه، چی میخوای دیگه؟ این 2 قرط و نیمت باقیه در داستانی اومده که میگن در دوران حضرت سلیمان از خداوند میخواد که خدایی رو 1 روز در اختیار اون بذاره. خداوند به حضرت سلیمان وحی میکنه ای سلیمان، تو نمیتونی خدایی رو به جایی بیاری، خدایی کنی. من فقط میتونم خدا باشم و خدایی کنم. ولی چون پیامبر عزیزی بوده در نزد خدا، خداوند به ملائکش میگه برید به سلیمان بگید که امروز روز جمعه تو میتونی خدا باشی تا از اذان صبح تا اذان مغرب. روزی و همه چی رو دست سلیمان میدم. حضرت سلیمان با شنیدن این جمله از ملائکه، اون روز کله سحر بعد نماز که بیدار شد، کل حیوانات رو جمع کرد، همه رو الزامی کرد که همتون همراه همین انسانهایی که هستن برید هر چی دارید بیارید وسط میدان شهر جمع کنید. میدان شهرم از قضا نزدیک دریا بود که دریا هم به قول معروف نزدیک اونا بود، مواج و طوفانی بود اون روز. در این لحظه، در این حال اومدن کل آذوقه و خورد و خوراکی که حیوانات دور دست حضرت سلیمان داشتند و انسانها، همه رو اون وسط کنار دریا جمع کردند. حضرت سلیمان گفت خب الان من سهم همتون رو یکسان و مساوی میدم، کسی کم بخوره کسی زیاد بخوره نیست، همه رو یک میزان میدم. همین که حضرت سلیمان خواست شروع کنه به تقسیم کردن روزی اون روز، دیدن از دریای مواج حیوانی یا ماهی به شکلی خیلی عجیب و وحشتناک و غولاسا اومد بیرون و همین که رسید به میدان با زدن یک گاز، یک قورت، همه اونایی که جمع کرده بودن و خورد. حضرت سلیمان گفت چه خبره؟ چی کار میکنی؟ من از صبح تا الان این حیوانات همه روزیاشون آوردن اینجا جمع کردن که من براشون تقسیم کنم، بهشون بدم با هم بخوریم. تو اومدی همه رو خوردی و تموم. حیوانه که از دریا اومده بود بیرون به صدا اومد ای سلیمان، به من گفتن امروز روزی من دست شماه، اومدم روزیمو بخورم. روزی من این که خوردم نیم قورته، هنوز 2 قورت و نیم دیگه باید باشه تا روزی امروز من کامل بشه و سیر بشم. در اون لحظه میگن حضرت سلیمان دست به آسمون گشاد و سر به آسمون بلند کرد ای خدای خالق و عظیم و بزرگ، فقط خودت قدرت خداوندی و خدایی رو داری. من نتونستم این کار رو که امروز به عهدم بود انجام بدم. این حیوانی که از دریا در اومد با خوردن کل سهم این حیوانات دیگه و انسانهای دور دست من، همه رو میگه نیم قورت خوردم، 2 قورت و نیمش هم هنوز باقیه مونده. به این شکل بود این داستان درباره این گفتن 2 قورت و نیمش هنوز باقیه. کسایی که ولع خیلی بالایی دارن این ضرب المثل رو براشون میگن. براتون شادی، سلامتی، آرزوی موفقیت دارم. انشالله همیشه تو زندگی اون اندازه‌ای که حقتونه و نیازه خدا بهتون بده. دیگه حق دیگران رو با نیم قورت اون حیوانی که از دریا در اومد نخورید. موفق و شاد و پیروز. به خدای بزرگ میسپارمتون. شبتون شاد.